عباس رضی الله عنهما میفرماید کان بین النبی صلی الله علیه و سلم یخطب. پیغمبر علیه السلام یک روز خطبه میگفت اذا هو برجل. ناگهان پیغمبر علیه السلام نظرش شد به یک شخصی که قائم ایستاده بود. کجا؟ بیرون ایستاده بود. فسأل عنه، در موردش سوال کرد. فقال صحابه برش گفتن ابو اسرائیل. این مرد که ابو اسرائیل نام داره، نظر این نظر کرده ای یقوم که استاد باشه، ولا یقعد نشینه، ولا یستظل از سایم استفاده نکنه، ولا یتکلم سخنم نگویه و یصوم روزه را مکمل بگیره. عجیب است. مردکه در نظر ظاهر اگر اینطور عمل ما در کسی ببینیم او را ولی خطاب میکنیم. امروز همی پیرای گمراه که مردم گمراه کرده به می عمل کردای خود. مردم میگه گوشت نمیخوره پیر صاحب، خلاف پیغمبر میکنه. پیر صاحب چله را در کوی پغمان تیر کرده، خلاف پیغمبر میکنه. در بین ملت و مردم بیا امر بالمعروف نهی عن المنکر بکنه. چله ها را زن تیر میتونه، دختر تیر میتونه، چله ها را گرگ تیر میتونه، چله ها را ربات تیر میتونه. مسلمان کنتم خیر امت اخرجت للناس. در متن مردم، در بین مردم بیا مشاهده کن، بی حالت مردم، غمخوری کن، راز دلقتش بکن، از دستش بگی، نصیحت برش بکن، عذر برش بکن. خیریت تو، بهتری تو در کدام عمل است؟ امروز در وطن ما مردم ولی به کسی میگه که خلاف طریقه رسول الله عمل کن، خلاف طریقه رسول الله. چرا؟ مردم دین نمیفهمن. یک کسی که فقط تنها گوشت نمیخوره، پریزای این دعا را که بدش بده، باز اوی ولی جور میشه. پیش این دعا که بری برات چیزا میده، تالی رمی اون دعا میاد تاویز داده رویسته. باز اول از چی منع میکنش؟ از گوشت گو. به خاطر که گو احترام کنه، لا قلم و احترام معبود خدا سری مسلمان هم تطبیق کنه. همینطور نیست. بازی نمیخوره. باز عمل یهود برش بیان میکنه، میگه در چه خانه مرده خانه نرو. عجیب است. مسلمان ها تالی را در این قیدبندایی که یهود وضع کرده در مو قیدبندا زندگی میکنه. در مو قیدبندی که این دو برش میگه در مو قیدبند خود ملتزم میدانه. شما باور به الله بکنید، نقصه دکتر و پریز دکتر، پریز چی میگه جادوگر از امر رسول، از امر الله کده و از امر رسول الله کده پیش میدانه. میبینی الله گفته شراب نخور، مردم شراب میخورن. الله گفته معصیت نکنی، مردم معصیت میکنن. اما پریز دکتر قطعا میده نمیکنه. دنیا گوشتا در پیشش میگه مرا پریز کرده شکر دارم، مرا پریز کرده فشار دارم. تو سخن دکتر از سخن الله کده پیش میدانی و مسلمان باز مسلمان هم خود خطاب میکنی. مخو بس اوقات انسان باید خود در معرض امتحان قرار بده. امتحانات الله بار بار سر انسان میاد. یک طرف سنت رسول الله است، دیگر طرف لحاظای مختلف است، لحاظ تنظیم، لحاظ قوم، لحاظ پدر، لحاظ دوستا، لحاظ همسایه. این لحاظا را کلش زیر پای کن. اگر زیر پای نکردی مؤمن نیستی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولدی و الناس اجمعین. چرا نمیکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخصی که میبینه سری خود تشدد کرده، الله اکبر، چرا؟ استاد شو نشینه او همیشه از دستایم استفاده نکنه، دفتر استاد شو، سخنم قطعی کسی نگویه او مکمل روزم بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ فقال النبی صلی الله علیه و سلم مره، برش امر بکنه، فلیتکلم، باید گپم بزنه، ولیستظل، دستایم بشینه استفاده کنه، و بعد از او ولیقعد، بشینه قرانش بنشینه، باز ولیتم صومه، روزی خود تمام کنه. حدیث بخاری شریف است. پیغمبر میگه به این ضرورت نیست، الله به این نیاز نداره که اگر آدم اینقدر سختی را سر خود بیاره. دین نام تابعداری رسول الله است. جایی که عمل انجام داده بگو انجام میدم، جایی که ترک کرده تو از او کده بالاتر نیستی. امروز در بدعت ها مردم چرا مبتلا است؟ ملاهای کلان ترجمه قرآن کریم میکنه، اما به دعاهای دست جمیل کرده رویسته. تو از رسول الله کده خود میدونی، تو از پیغمبر کده خیلی بالا خود میتراشی. تو میگی پیغمبر خود نکده بدی نداره، که بدی نداشت رسول الله چرا نکرد؟ امر خود به پیغمبر گذاشته، تو ولی انجام میدی. لیکن این نکات هر کس درک نمیکنه. این ما برای ملام درک نمیکنه. کسی که رسول الله را محبتش در قلب خود جا بده او باز میفهمه که ما باید چه قسم حرکت کنیم. چرا در احادیث مدح عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میاد؟ چرا مدحش میاد؟ او نه تنها در مسائل عبادی
نه تنها در مسائل خیلی کلان و بزرگ، در مسائل جزئی. حتی در سفر که رسول الله قطش رفته بود، در کدام جایی که رسول الله دور خورده بود سخن گفته بود، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میرفت اموجا دور میخورد بگفت رسول الله اینجا دور خورده بود. اگر پیغمبر که به خاطر عبادت یا برای ازی نبود که اومد همین رقم دور بخوره، لیکن کمال محبت رسول الله تقاضا میکرد. کسی که قدر رسول الله را میدانست، کسی که شرافت و عظمت و مرتبه و مقام رسول الله را میدانست، او میفهمید که من این عمل چه قسم انجام میدم. آلی مولای ما در سر منبرا میبره، مسائل دو قسم است. یکی مسائل جزئی است، مسائل جزئی در مردم اینطور مسئله رو وانمود کنه تو بگویی که حیثیت یک برگ درخت هم نداره. نه همینطور نیست. یا بجای از اینکه اهمیت عمل کرد رسول الله را خوب واضح بکنه، معیارش به مردم توصیف کنه که عمل رسول الله چقدر قدر و قیمت داره، دیگه هم در نظر مردم سبک کرده رو ایستن و علما پیش الله متعال رفته نیست. از این حیثیت که عمل رسول الله بزرگترین عمل است، ولو که مستحب باشه، ولو که مطلق جواز امر جایز کرده باشه، قابل قدر است.